سلام دوستان عزیزم، روز خوبی داشته باشین. میخوام که پنجشنبه ولادت خانم حضرت رقیه است، چند تا توسل کنیم به ایشون. توسل میکنیم به خانم حضرت رقیه و صلوات میفرستیم و هدیه میکنیم به ایشون. هر چقدر که در توانته صلوات بفرست، فرقی نمیکنه، یکی بفرستی 10 تا بفرستی، فقط کافیه نیت کنی از ته دل و هدیه کنی به ایشون. یک بار سوره حمد رو براش بخون، یک بار سوره اعلی رو براش بخون، یک بار سوره توحید رو بخون. 100 مرتبه صلوات بفرست به اسم ابجد ایشون. صلوات 315 تاست، 315 تا صلوات بفرستی و هدیه کنی به ایشون. انشاءالله که حاجت روا میشی. انشاءالله اگر حاجت روا شدی که میشی، بعد براش سنجاق سر بخر بده بیرون. به نیت 3 ساله 3 تا براش سنجاق سر بخر، یا 3 تا گیر سر، 3 تا کشمون، یا نون و پنیر، نون و خرما بده بیرون براش. انشاءالله که حاجت روا شی. ماه رمضان نزدیکه و ما میخوایم نذر نون و نذر نمک کنیم. شب اول ماه رمضان 5 تا دونه نمک میخریم. رو نمک ها 1 بار آیت الکرسی، 3 بارم صلوات میفرستیم. نمک ها رو میذاریم یک گوشه از خونه. خیر و برکت صلوات و آیت الکرسی بپیچه تو خونمون. بعد شب 21 یا 23 یا 27 که شد، نمک ها رو پخش میکنیم. فرقی نمیکنه به کی بدی، فقط کافیه پخش کنی. یا شب اول ماه رمضان نون نذر کن، نیت کن، بگو 21 دونه نون میگیرم به نیت حاجت روایی و مشکلاتم. بعد نونا رو شب 21 یا 23 یا 27 یا شب 19 پخش کن. انشاءالله که حاجت روا بشی. کافیه نیت کنی و برای نونا 5 بار سوره قدر رو بخونی، 100 مرتبه هم صلوات بفرستی، 100 مرتبه هم بگی یا علی. بعد شب 19 یا شب 21 یا شب 23 یا شب 27 نونا رو پخش کنی. پارسال نذر نون رو گذاشتم، بیشتر دوستان حاجت گرفتن. نونا رو میتونی هم به نونوا بگی برات پخش کنه، یا خودت بگیری بین اعضای خانواده یا همسایه پخش کنی. چله سوره قدر، اگه میتونین از روز اول ماه رمضان چله سوره قدر رو بردارین. بعد ببینید چقدر مشکل گشاست، چاره سازه، راه چاره رو وا میکنه، مشکل رو حل میکنه، بلوزری مشکل حل میکنه. دوستان پارسال چله سوره قدر رو تو ماه رمضان گذاشتم، بیشتر دوستان حاجت گرفتن. حتی یه نفر 22 سال زمینگیر بود تو خونه، حالش بد بود، مریض بود، با چله سوره قدر بلند شد، سلامتیشو به دست آورد، شفا گرفت. کافیه از ته دل سوره قدر رو نیت کنی و بخونی. روزی 3 مرتبه، اول 3 صلوات، بعد 3 مرتبه سوره قدر، بعد دوباره 3 مرتبه صلوات بفرست. انشاءالله که حاجت میگیری. حاجتهای بزرگ و باید تو ماه رمضان از آقا امام علی بگیریم. انشاءالله که حاجت روا بشین. اگر با من تو این چله بزرگ همراهی، چنل یوتیوب رو فالو کن. التماس دعا.